چی کار کردم؟ سرده مرا رفم آخیر. روی نکن، دمت را گیر. یک کلمه دیگر گویی ادبت رو میدیم. یارده Seninki de Rasmus. Margard. Begar. چی کار میکند؟ تو چی کار میکنی؟ چی قدر شتاب داری؟ نمیبینی مگر؟ به جنازه تو رسیدن میخواهم. رفت دف شو. میبخشد آقا من نفهمیدم. زود باش. زود رو از اینجا. رقم ماشین را گرفتی؟ گرفتم اکا، خواطر نشوه. داشته نتوانستید؟ بلا زند. رقم ماشین را گرفتید؟ کنی گوی؟ شد نوشتم. شب بخیر آقای مدحت. شام بخیر. با میرزا صحبت داشتم درباره دخترتان. یگان خبری داریده؟ خواطر نشوید. فریده را دیدن. در کجا دیدن؟ در ماشین یک نفره دیدن. نفهمیدم. با نفره؟ کی بوده است؟ نبودن شوهرش دقیق است. با آن مرد گریخته است. آقای مدحت شما مطمئنید شاید خطا دیدند؟ میرزاد با دقت است. اگر که گوید پس راست است. دنبالشان شدند اما دستگیر کردن نتوانستند. رقم ماشین را گرفتند. فریده آخر این چه می شود؟ نیشه خانم خوش آمدید. کدام وقتی که خواهید به خانه تشریف میارید؟ با دوگانه هایم درس تیار داشتم. یگان مانیگی دارد مگر؟ با دوگانه هایت شبها درس میخوانید؟ زمانی درس خوانی نوشیدن هم عادت نو بوده است؟ گوش کنید پدر، من دیگر کودک نیستم. اینجا استانبول است. 39 سال را نگاه نمی کنند. حادثه به سر دختر جانان خانم را ببین. زنی کلان در روزی روشن غایب شده است. آیلش ما پلیس چند روز است که می جوییم اما نمی یابیم. کسی نمی داند که به سرش چی آمده است. مگر تحرک این محله را نمی دانی؟ نشه من به شب به درس تیار کنی تو راضی نیستم. از این پس برنامه‌ات را موافق بکن. فهمیدی؟ فهمو پدر. جانان خانم با دقت باشید. شب برآمدنش ممنوست. فهمیدم آقای مدحت فهمیدم. فریده چی کار میکنی؟ گفتم که برادر
من از چیزی خبر ندارم. من به کسی هم تلفن نکردم. تو گفتی که در بینای ویران زنی را ندیدم، اما دروغ برآمد. از کجا معلوم است که تو تلفن و پول طلب نکرده ای؟ با خدا من تلفن نکردم. چقدر باور کنونم؟ گوش کن. در آنجا بغیر تو باز یک نفر دیگر هم بوده است. او در کجاست؟ نمیشناسم. مکان جای پنهان شوی است. برآمده رفته است، نمیدونم. فریده به تو چی گفت؟ چرا به آنجا آمده است؟ چیزی نگفت. آنجا آمدم دیدم که بیچاره خواب است. شاید مثل ما شب را برای روز کردن آمده باشد. گوش میکنم خانم جانون. یک لحظه نویس. ماشین خاکستر رنگ 34 NA 3393. شد، نوشتم. شد خانم جانون، در حال از پسش میشویم. چی گفت؟ آدمان غالب ینگم رو دیدند. در کجا دیدن؟ وای، داخل ماشین یک مرد ناشناس. این چی سخن است؟ در ماشین مردی بوده است؟ امیر تو چی ها میگویی؟ من در حال رفتن ماشین رو میبینم کمیسرم. تشکر سلیم. خیز رفتیم. خدای خدا. در کیم کدام بینا همراه او باشون در ماشین آدم های ناشناس این زن چیکار میکنه؟ برادر یک لحظه است. در حال از خودت قرار مده. حاضر در دست رقم ماشین رو داریم. تا حقیقت آشکار نشود کسی فکری بد نکند. اگر درست باشد پس برای رسیدن به فریده راهی هست. اکنون وقتی کار کردن است. پدر شما چی ها گفته ایستاده اید؟ امیر میگوید که در ماشین مرد دیدن. پسرم من به تو چی گفتم؟ اول یابیم، پرسیم و بعد قرار میدیم. گلین من تا امروز یگان رفتاری نامقبول نکرده است. پدرم راست میگویند. تا حقیقت را نفهمیم داد و فیغان لازم نیست. با سر سالم یک فکر بکنیم. اول در کجا بودن ماشین را حتما یافتن لازم. چرا ایستادی؟ من دیوانه میشوم. بسرم صد فکر میآید. شرف در حال فکری بد نکن. آنچه که تو فکر میکنی فریده آن را هرگز نمیکند. چون این فکرایت را از سرت دور کن. فهمیدی سلیم؟ رقم ماشین از کی بوده است؟ افسوس. رقم ماشین سوخته بود از کمیسرم. این خبری بد است. شیرین
نگریز. گفتم که دستگیر می شوند. باز همه بر باد رفت. باز از سر نو قدم میگذاریم. این چگونه کار است؟ در ماشین یک مرد با رقم های سوخته با این گونه آدم ها چی کار دارد؟ ای خدایا مدد کن. شرف بس است. مسئله رو همیشه تو یک طرفه میبینی. رشک چشمی تو را کور کرده است. او شرف بای، سر ینگه هم در بلا است. این را فکر کن. راست میگویند. کمی فکرتان را تغییر بدهید. چی خیر؟ اگر خواهید چی فکر کردنم را هم گویید. اکا همه دلیل ها نشان میدهند که سر ینگه هم در بلا است. باید که او را یابیم، مگر این را نمیفهمید. من این را فهمیدن نمیخواهم. شرف حقیقت را قبول کنید. فریده رفت، حتی با مردی دیگر. او فریده این است که قبلا میشناختم. زنی که در خوابگاه میسته، در بیناهای خرابه ها با ماشینای مردی ناشنا سوار میشه. زنی من شده نمیتواند. سبحان الله. خدایا مدد کن. کجا میروی؟ با تو نگفتم که به هیچ کجا سرده مرا نمیروی. خواهیش میکنم. سرده مرا از من چی میخواهی؟ گوش کن مرا، با من بازی نکن. اگر یک مرتبه دیگر تکرار شود آگاهم میکنم از دستم یگان بلایی سر میزند. را گرد. سرده مرا خواهیش میکنم. سرده مرا. گذارد درون درا. خوب کی افتید؟ شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ خیز گفتم با خانه درا. درا. سرده یاری دهید مرا. شیرین از من چی دوانش رو میخواهید؟ بند. سرده با تو گفتم که حرکت نکن. آوازت رو براری احوال خود بد می شود. آرام شین. آوازت رو نبرار. آرام شین. آرام. گوش کن. آگاه میکنم با این زن نزدیک نشو. صحبت نکن. فکر کشادنی درش را نکن. اگر ضربه خورد و عقلش به جا آید مرا عمر باد زندانی میکنند. من میبرایم. کمی خودم را آرام کنم. هنی خسته که شکایت ندارید خانم ملک؟ میدونم تکین پسری بد نیست، اما آخر شما را دزدید. مرا ندزدیده است. من خودم رفتم با خواهش خودم. اگر شکایت نداشته باشید ما نیز با او کار نداریم. اکنون ما رفته میتوانیم. کارمون تمام. خانم خاندان در خصوصی شما یگان گپ نگفتند، لیکن من گمان دارم که شما در این کار دخالت دارید، اما دلیل ندارم. از همین سبب شما را جواب میدهم، ولی همان وقت زیر نظارتید. فراموش نکنید. پینار خانم فریده رو یافتم. شکری خدا. لیکن یک کار است. نامش رو میداند. اعلان گم شده رو خونده است. گوش کن. اکنون با دقت باشید. بازی رو دوام دادن گیرید. باز نگریزد. اون طرفش رو فکر نکن. یگانجا نمیگریزد. لیکن تو پل را زودتر حل کن. کارمون بد نشود. میلش. من خوب کنی میروم. با شما شبی خوش.
چی شد؟ بخیر است؟ آدم رو خواطر نکنید. از فریده یگون خبر هست؟ هست خبر هست. در رو بپوشم که شرمنده نشویم. از دهانتان سخن را با تولا گرفتن ممکن است. فریده در کجاست؟ مادر کلینی فراریتان در بیناهای ویرانه شبش رو روز میکرده است. شرف تو چه ها میگویی؟ حالا ایستید، گپم تمام نشده است. در ماشین یک شخصی بیگانه استانبول را چرخ میزند. یا صبر. فریده در ماشین یک مرد میگردد. کی بوده است؟ اوف مادر. چی اوف است؟ چی مگر دروغ میگویم؟ اوه بس سرمون چی آمد؟ این دختر چیکار کردن میخواهد؟ امیر اکنون چیکار میکنیم؟ پدر صبح بیمارخانه‌ای که آمینا رو برده بودیم با اونجا میروم. امروز نوارهای بیمارخانه را از نظر میگذراندم که پلیس‌ها زنگ زدن، کار تمام نشد. فردا صبح رفته نوارها را میبینم. به خدا وقت رو بهوده میگذرانی. تو برای یافتن ینگهت کوشش میکنی، اما او سوار ماشین شخصی بیگانه اطرافی استانبول رو چرخ میزند. یا توبه. اگر در ثبت فریده رو ببیند، من این رو فکر نکردم. نوارها رو باید پیش از امیر گیرم. خدایا با من کمک کن. مرا میکوبد. نمیدانم کی است که مرا میکوبد، اما برای از اینجا خلاص شدن باید من آنها رو یابم. دستایت رو کمی میکشویم، لطه دهانت رو هم میگیرم، لیکن داد و فغون نکن وگرنه باز دهانت رو محکم میکنم. شیرین با من کمک بکن. التجا میکنم اویلم. من یک اویله داشتم، مرا میجویند، آنها مرا میکوبند. خواهش میکنم با من کمک بکن. نمیتوانم، کمال این مراتب من رو میکشد. شما اویله من نیستید. نام من شیرین نیست. در کوچه اعلان پیدا کردم، دیدم نام من فریده بوده است. شما چرا مرا در اینجا نگاه میدارید؟ نفهمیدم، نمیفهمم چرا. خواهر بسیار طلب مکن، با خونم زامین مشم. تنها با تو یک چیز میگویم، دشمنی بی‌رحمی داری. کیست؟ کی دشمنی من بوده است؟ خواهش میکنم با من بگو کی بوده است دشمنم. دیگر چیزی گفته نمیتوانم، مرا ببخش. به فکرم این دختر از عقل بیگانه شده است. در خانه های ویرانه چیکار میکند؟ مادر شاید در خوابگاه ایستاده نتوانسته است، مجبور شده است که به خانه های ویرانه رود. شما باید دانید که از من چقدر نفرت میکند. به جایی که به خانه بیاید به دیگر مکان ها میرود. شرف، معلوم است که فریده به درد روبرو است. سال هاست که میشناسیم. گفته هایت راست میبود، تا این وقت میدیدیم و میفهمیدیم. او پیش از همه مادر است. درد او من هستم، شما هم ادوکت های او هستید. بخیر است؟ شما چرا از خواب خستید؟ با امینا میفهمونم اما نمیفهمد. با شما گوید او چند دیگر به خونه نمی آید، ما رو فراموش کرده است. نه اکا، ما رو فراموش نکرده است. اول مرو بعد تو رو میگرد، همین خیل گو. این سخنهای پیش بود. از رفتنش با ما یک مراتب زنگ نمیزنند، نمی آید اخیر.
ما رو هم نمیگیرد. تو خیال پرورش داری. من خیال پرورش ندارم. او چند با من مکتوب را گم کردن. تو رو میگیرم و بعد برادر دیاسین را میگیرم گفتن. مکتوب؟ چگونه مکتوب؟ امینه مکتوبی مادرت رو به تو کی آورد؟ اپای پینور دادن. گفتن که او چه داد. پس چرا این رو با من نگفتی؟ اپای پینور گفتن که بین ما سیر است. پینار! من باید به این رقم زنگ زنم. شیرین شیرین درو کشو. شیرین باید دستشویی بیروم. درو کشو. برو اما وقتی زیاد رو مگیر. کمال آید تو رو در بیرون ببیند مرا میکشد. مایلش خواطر نشد. زود باش. اینجا بیا. چی شد؟ چرا دود فیغان داری؟ کاری با اون طرف گذار. چی شد؟ باز چیکار کردم؟ یانگام با وسیله تو با امینه مکتوب فرستاده است. این را امینه میگوید. چی؟ گپی امینه چی معنا دارد؟ درست است؟ با فریده واخوری کردی؟ شیرین مرا سرده خواهش میکنم. تو خلاص میشوی هم من خلاص میشوم. خواهش میکنم. نمیشود. من برای گریختن جانم رو در خطر موندم. امتیاز دادم. نکردم مگر موفق نشدی. دوباره نمیتوانم. راه گرد. تو رو در اتاقت محکم میکنم. کمال هم میرسد. زود باش. نیستا چیکار میکنی؟ کوشو درون کوشو با تو میگویم. درون کوشو با تو کوشو میگویم. چیکار میکنی در اونجا؟ باز یگان کاری احمقانه نکنی. درون کوشو زودتر. همه رو در بلا میمونی هم خودت رو کوشو. امینه جونکم از راستی همین خیل گفتی. چرا دروغ میگویی؟ حقیقت رو به آنها بگوی. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ نبیره من هیچگاه دروغ نمیگوید. به دهان نگاه کرده گپ زن. دروغ نیست. حقیقت رو گفتم. شما هم میدونید. دروغ است. هیچ چیز رو نمیفهمم. من فریده رو ندیدم و نشونیدم. باور کنید مکتوب هم نگرفتم. شما از او چند با من مکتوب آوردید. گفتید که مشت میخواهم. چرا زود فراموش کرده؟ کودک است آخر. باور میکنید؟ از فکر مادرش عقل و هوشش رو گم کرده است. مرا باز باور نمیکنید. لیکن من راست میگویم. مکتوب رو با شما نشان آروم شو جونکم. میبینید.
دست و دهانت را گشودم. از کاری کردم پشیمان شدم. پوشو در را. با دختر پوشو در را میگویم. کمال ببیند هر دویمون را میکشد. در را پوشو میگویم. پوشو در را. پوشو میگویم پوشو. در را پوشو سرم را در بالا میگذاری. در را پوشو میگویم التجا میکنم. در را کشو میگویم با تو. در را کشو سرم را در بالا میگذار. کشو در را. شیرین شیرین چی گپ است؟ در اونجا چیکار میکنی؟ زن در کجاست؟ با اتاق ما گریخت. در رو محکم کرد. برآورده نمیتوان. احمق نگفتم که با اون نزدیک نشو. در را کشو میگویم. در را هم سرت را میشکنم. کشو گفتم. کشو نزدیک نشو. خواهش میکنم من با تو گپ زدن میخواهم. تو از چارچوب برآمدی بلای سر من میشوی. راهگرد بیا راهگرد. من رو در همینجا مانده بودم. کجاست؟ نیست. نیفتم نمیتوانم. اسلام مکتوب را ده. در کجاست؟ نیفتم دادا نیفتم. دیده دختر با شما گفته بودم مکتوب نیست. دروغ میگوید. دادا من راست میگویم. آقای پینور مکتوب را به من آوردن و حتی گفتن که او 4 رو در باغ انتظار است. همه گفته هایش تنها خیال است. یک لحظه تو وقتی که اومینا رو یافتی در باغ بازی داشتم می‌کردی؟ بله میدونست که اومینا به همونجا میرود. تو خیلی زیرک هستی. میدونم که خیلی زیرک هستی. چه؟ من او رو در باغچه تصادفاً یافتم. من چیزی رو نمیدونستم. پس مکتوبی که طریق تلفن و جام روان کرده است آن هم دروغ است؟ اومینا جون چه خیلی مکتوب ها؟ گیرید ببینید از فریده به من یگان مکتوب نامده است. گیرید آمده این را. از اونه که از من شبهه میکنید با کودک اهمیت دهید. پریشان حال شده است مگر نمیبینید؟ بیا جانکم بیا. جانکم شیرینکم بس. گریه نکن شیرینکی بیا. چی شد؟ با تو چی شد؟ درد دارد. شرف پسرم در حال او را به بیمارخانه ببر. حادثه رخ ندهد. اکا یوریدی هم لازم نیست. گنی دوگرد. با خدا که دیوانه میشوم دیوانه. شیر بچه ای من راوگرد گذار میدونم که مرا جستجو دارن. اویلا مرا میکوبد. تو شوهری من نیستی. تو از من چی میخوایی؟ تو را که وظیفه دار کرده است. بس هستی.
خز گفتم خز ای زن مرا مسخره داری اکنون خز چی شد شیرین شیرین جان من بس به جزدانه مانده بودم چی شد کجا شد نمیدونم آقای فروین کاری بکن این خیل کردن گیرد بیمار میشود آخیر آمینه دخترم اینقدر غم مخور ببین ما هم کوشش داریم حقیقت دیر و یا زود آشکار میشد لیکن مرا باور نمیکنه در بیمارخانه آجم رو دیدم گفتم عمرو هم باور نکرده پدر من بیمارخانه میروم رفتم میبینم که گفته های آمینه حقیقت است یا خیال خام پسرم شری صبح از خیر شام بهتر است سحر میرویم شین در جایت شین شتنگیر نه مادر نه این سخن ها مرا به فکر کردن وادار کرد امشب مرا خوب نمیبرد میخواهم این کار رو هر چه زودتر به اتمام رسانم میل اشرف انشاءالله با جواب مثبتی برمیگردی انشاءالله بس دخترکم بس گریه نکن دخترکم گریه نکن بیبی اصلا هم ما را غمگین میکنی و هم خودت را گریه نکن چه شد؟ بیهوش شده است برخست نکردم آهسته تله کردم افتید سرش زد خون آمده بیهوش شده است وای دخترم خیز آخر نفس نمیکشد نبض هم ندارد مرده است کمال تو چی کار کردی؟ مرده است بلا زند اکنون دیدی که به سرمون چی آوردی اکنون چی کار میکنیم؟ قاتل شدی این زن مرده است خدایا محو شدیم حالتی کمقوتی دارد امشب تحت نظارت قرار گیرد کودک را در خطر نگذارید مایلش استاد چه خیلی که شما خواهید من به همشیره چیکار کردنش را فهماندم هر یک ساعت فشارش را میسنجد خدا شفا دهد رحمت تو به خانه رو به نزد کودکانت من تنها هم میستم همینجا میمونم میلش خودت میدونی اگر در خونتون گوشت نباشد شما میتوانید لوبی رو به گوشت عوض کنید یعنی که لوبی یکی از دانگی‌های سرغذا بوده و سلامتی شما فایده کلان دارد در ترکیب لوبیا تمام ویتامین ها از جمله یود هست که به کسلی‌های جگر توصیه داده میشود بغرض از این باز ما میتوانیم به شما توصیه دهیم خوراک دملمه رو معده‌ام درد دارد یگان چیز باشد که بخورم مثال شیرینی از جمله سبزی کپوست و غیره ها که برای سلامتی ما فایده دارد مایلش حاضر میارم امیر نرسیده باید نوارها رو گیرم ببخشید اتاق بخطری در کجا است؟ او طرفی راست تشکر سلامت باشی تو چی کار کردی؟ این زن رو چگونه کشتی؟ یکی شد گفتم نفهمیده شد برقصد نکردم باید با پلیس خبر دهیم تو چی ها میروی خانم؟ بخلی نکن چخل پلیس مگر دیگر چاره داریم ما محو شدیم
مرا عصبی نکن. کمی خاموش شو. بیا خانه داریم. بیا. خب یک فکر کنیم کنین. بیا بیا بیا. الو یوسمان، میبخشی با تو هم زنگ نزدم. دنبال ینگام هستم. حاضر به بیمارخانه میروم. ثبت‌های نوار رو میبینم. مایلش جانم، تو دیدن. زن رو آورده به سرمون بلا آوردی. منو فرزندت رو فکر نکردی. باز قاتل شدی. مرا اینقدر قاتل نگو. من قاتل نیستم. برقصد نکردم. ناخواسته شد. او را کشتن نمیخواستم. کسی به تو باور نمی کند. با اون پینار یک شدی. فریده رو دروغ گفتی. شوهرت هستم گفتی. گریخت دنبالش شدی. اگر دستگیرت کنند یک عمر زندانی میشوی. ما را معاف کردی. هممون معاف شده میفهمی. بس است. نفس خنکت رو نگاه دار. فکر کردن نمیتوانم. اگر تو زندانی شوی ما رو کی نگاه میکنند؟ باره فکر کردی که با ما چی میشود؟ خدایا ما معاف شدیم. حیاتم برباد رفت. خاموشیش خاموشیش. چی شد؟ چرا اینجا آمدی؟ امینم میگوید که مادرش را در بیمارخانه دیده است. من هم صبح را انتظار نشدم. برای دیدن این نوارها آمدم. شما در بیرون چیکار میکنید؟ دکتر گفت که ایست. ما امشب همینجا میمونیم. برای پینار شیرینی خریدم. دلش شیرینی میکشد. شب خیر. شب خیر. اومدی من در حال باید بیروم. منش تو رو من نگاه میکنم. تشکر. اتاقم را گم کردم. اتاقها در آن طرف. تشکر. سلامت باشه. امیر من در اینجا چیکار کنم؟ فکری همسرم عذاب میدهد. او با مرد دیگر، من باشم در نزد پینار. این چه خیل کار است؟ حالا آید به این مسئله چیزی نمیدونیم. این خیل فکر کردنتون رو قبول ندارم. در اینجا زیر کاسه نیم کاسه ای هست. وعده میدیم که همش رو میفهمم. بیایید دراییم. زود آتش خاموش کنم رو بیاره. دنو چیکار پس سر اینجا. از چی سبب اینجا آتش علنگه گرفته باشد؟ چی شده باشد؟ چی کپ شده باشد اینجا؟ چی شد اینجا؟ اتاق ثبت آتش گرفته است. تحت نظارت گرفتیم. ببخشید. چگونه آتش گرفت؟ من قهوه‌گیری رفتم. در اتاق آتش بر آمده است. شاید از خوبه برق باشد. یا الله.
зарари зиёд нашудааст охир. зарар зиёд нест, лекин баъзе парвандаҳо куллан сӯхтааст. фитаҳо чӣ? сабтҳо, наворҳо дар чӣ ҳол аст? дуд кам шавад даромада мебинам. ҷин занад. амир, ман инҳоро монда меоям. шудака, ман ҳам дертар меоям. сабил ҳаминаш намерасид. марҳамат. шириният. ташаккур. заҳмат кашидед. дилам бисёр ширинӣ хост. ягон гап шудааст. амир сабтҳоро медид, дар утоқ оташ рух додааст. ақлу ҳушам ба амир монд. чӣ? сӯхтор гуфтӣ? ҳамаи сабтҳои пешна сӯхтааст, комиссар. бисёр бад. сабил. комиссар инҷо наистед, бароед. дигар коре намондааст ки анҷом диҳем. итоат, комиссарам. шараф, ҳозир намехоҳам. ба яхдон гузор, баъдан мехӯрам. амир, чизи хостатро ёфтӣ? ё ҳама сӯхтааст? боваратон намеояд, аммо ҳамаи сабтҳои кӯҳна сӯхтааст. бе ин ҳам чизе намебаромад. ҳамаш дар хаёли омина буд. ман ба хона бармегардам. боз ҳам дасти холӣ. майлаш, то дидам. то дидам. шараф, бубахш, шириниро медиҳӣ? бегир, бемо. ту чӣ, хостанатро медонӣ? ташаккур. агар мо дар бораи шахсият гап занем, ҳар як шахс бояд дар ҷамъият ҷои худро дошта бошад, ҳурмати эҳтироми пиронро кунад. дар аслое ки масалан дар ҳар як шахс феъли худро дорад ва рафтори худро дорад ва гуфтори худро дорад. бояд дар байни мардум, дар байни ҷамъият фикр кардӣ? қарор додӣ? чӣ кор мекунӣ? ҳарчи зудтар аз ин бояд хамос шавем. касе надида ӯро бояд аз инҷо зуд барем.